این غذا که میبینی خیلی خیلی ساده است، خیلی هم خوشمزه است. تو مرحله اول سیر خرد شده رو با کمی زردچوبه سرخ میکنیم و بعد اسفناج‌های شسته و خرد شده رو به همراه زردچوبه و نمک بهش اضافه میکنیم. میذاریم تا بپزه و کمی له بشه. حالا نوبت اضافه کردن آرد برنجه. کمی که مخلوط شد تخم مرغ هم قاطیش میکنیم و زمان میدیم که نیم بند بشه. تخم مرغ ها که خودش رو گرفت سراغ آب نارنج میریم و چه بهتر که تازه باشه، هرچی بیشتر بهتر. کمی هم فلفل قرمز و در توبر رو میذاریم که خوب جا بیفته. شما هم تو این فرصت لطفاً 2 بار بزن رو صفحه و این پست رو لایک کن. به به آماده است. چی شد؟ اگه نظر من رو بخواید نسبت به هزینه‌ای که میکنید و وقتی که میگذارید، این غذا جزو خوشمزه ترین غذاهای گیلان زمینه با 3 ستاره پررنگ و درخشان. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنی و بیاریش تو لیست غذاهات. فقط قبلش خوندن کپشن یادت نره.